مثلا اینایی که میگن با درس خوندن به چیزی نمیرسیم، خب اسکل پلش، تو مگه الان مثلا بابات کارخونه گذاشته زیر دستت که مثلا جالبه؟ من با این آدمایی که صحبت میکنم، بابا مثلا پسرم میگم از 18 سالگی کارخونه بابام دستم بود، یارو داشت دندون پزشکی مشهد میخون، بعد این یارو نشسته تو دارقوزآباد خودش، نه با درس نمیشه به پول رسید فلان که. خب تو الان پلن چیه؟ مثلا دقیقاً مثلا میگم تریلیارد داری در میاری، چیکار میکنی که مثلا میگی با درس فلان؟ نشستی واسه این اون داری کامنت میذاری تو اینستاگرام دیگه، 2000 نمیفهمم. یا مثلا ازدواج داری میکنی، شوهرت مثلا تریلیاردر دو عالمه، مثلا موقع ایلان ماسک زدی خیالت راحت نمیشینی درس بخونی، مثلا چی؟ مثلا حرف زدن با خانواده، حرف زدن با دوستا، مثلا تلگرام گردی، اینستاگرام گردی، یوتیوب گردی، نمیدونم چت با پسرای 2000 فلان فعلی، مثلا چه پلنی مثلا میخواد؟ اگه خودت تو لایق همچین زندگی میدونی که اوکی دیگه، همه که نباید آدم خفن بشن که یه سری کیفا تو چهارشنبه بازار به فروش میرن، یه سری کیفا وسط یه سری بوتیکا وسط ایتالیا به فروش میرن، همه که نباید خفن باشن، خوب باشن. یه سری چیزا لوکسن، یه سری چیزا آشغالن دیگه، درداتی دیگه، داغونن دیگه. وقتی خودت میخوای اون لول خفنه رو به دست بیاری، بعد براش تلاش کنی، زحمت بکشی. من اینا رو همه رو به شما میگم، خیلی نسبت به حرفای من گارد میگیرم، ولی میرم و بعداً میفهمم و به حرف من میرسم. من همیشه میگم بازگشت همه به سوی ماست.